پورا برای مثال دیگه همین کلمه سلام دوستان، امیدوار هستم که همگی خوب هستین. خب کلمه‌ای که امروز ما با شما می‌آموزیم این کلمه shatter میباشد. این کلمه به معنای شکستن میآید. ممکن که بعضیات پرسند که شکستن break نمیشد، break نیز میشد، اما shatter به معنای تیکه تیکه شدن، پورا شدن، خاکستر شدن، یا اینکه لهجه بگیم تیت شدن، به این معنی استفاده میشد. صحیح ترش shatter، یعنی این طرز تلفظ به امریکایی ها منسوب است. این هم استفاده برای مشکل نیست. shatter برای مثال میگیم که she shattered، او پورا کرد، یعنی که خاکستر کرد. she shattered the glass، او شیشه رو پورا کرد. یا اینکه مثال دیگر میگیم she shattered my heart، او قلبی من رو پورا کرد. my heart قلبی من میشد. برای مثال دیگر she shattered my heart into 1,000 of pieces. she shattered my heart into 1,000 of pieces، او قلبی من رو با هزار پورا کرد. این همین کلمه تطبیق کردن به انگلیسی چی میشه؟ shatter چی؟ shatter بلندتر بیاد. shatter خیلی ملنده. تک بگو که باید شیشه رو تطبیق کرد چی میشه؟ she shattered the glass کپرگه she shattered the glass. خیلی ملنده. امیدوار هستم که این کلمه رو شما مختید. ما در ویدیو درس های بعدی نیز اینها رو تکرار میکنم تا که به یاد شما بیاید. میتونید که لایک کنید، در کامنتاری نویسید، به همین کلمه جمله نویسید، ما میبینیم، یا که اگر خطا نویسید اصلاح میکنیم. خب باقی سلامت باشید.